سلام دوستای عزیز. توی قسمت اول شنیدیم که دختر داستان با 1000 کلک باعث جدایی پارسا و عشقش میشه و خودش با اون دوست میشه. اما توی رابطه‌های جنسی که با پارسا داره به خاطر مشکلات جنسی پارسا و توقعات عجیبی که از پارسا داره ماجراهایی بینشون پیش میاد و مدام پارسا رو تحقیر میکنه. بعدش هم وادارش میکنه دست به جراحی ناحیه تناسلیش بزنه. اما در نهایت به خاطر یه خواستگار بهتر پارسا رو میپیچونه و با خواستگارش ازدواج میکنه. پارسا هم که ازش کینه به دل میگیره تصمیم میگیره با وارد شدن به زندگی اون و شوهرش توسط خواهر شوهرش مجبورش کنه دست به کارهای وحشتناکی بزنه و همراهان عزیز حالا به ادامه این داستان مهیج و باور نکردنی گوش میدیم. آفاق خواهر شوهرم 2 سالی از من کوچیکتر بود و با اینکه عزیز کرده خانواده‌اش بود اما انقدر مهربون و مظلوم بود که من اصلا حس خواهر شوهری ازش نمی گرفتم و خیلی باهاش صمیمی شده بودم تا جایی که بعد یه مدت مثل 2 تا خواهر شده بودیم و تقریبا همه جا با هم می رفتیم. آفاق دانشجوی برق دانشگاه آزاد بود و تصمیم داشت بعد تموم شدن درسش بره کانادا و مهاجرت کنه. اون از منم میخواست که زبانم رو بخونم و سپهر رو راضی کنم تا همگی بریم و اونجا زندگی کنیم. منم چون بدم نمی اومد قرار شد که برم و توی کلاس زبانی که اون چند ماهی بود مشغول بود ثبت نام کنم. یه روز آفاق در حالی که لپاش گل انداخته بود و معلوم میشد خجالت میکشه اومد پیشم و با من و من بهم گفت چند وقتی که تو کلاس زبانش با یه پسر آشنا شده و بهش علاقه‌منده و ازم خواست که باهاشون برم بیرون و منم با اون پسر آشنا بشم. هر دومون میدونستیم که سپهر و پدر شوهرم از این مسائل خوششون نمیاد و اگه بفهمن آفاق درگیر رابطه با یه پسر شده اتفاقای بدی میفته. واسه همین خیلی دوستانه آفاق نصیحت کردم که به عواقب کاراش فکر کنه و بیخیال اون پسر بشه. اما در کمال تعجب فهمیدم که آفاق به شدت درگیر و عاشق شده و امکان نداره از اون پسر بگذره. چاره‌ای نداشتم. مجبور شدم با 1000 ترس و استرس باهاش برم رستوران محل قرارشون و با دوست پسر آفاق آشنا بشم. با خودم گفتم حالا این بارو میرم یه چیز رو بهانه میکنم و کم کم میرم تو مخ آفاق تا بیخیال اون پسر بشه. خلاصه آفاق با 1000 ذوق و شوق منو برد اون رستوران و رفتیم به سمت میز VIP که رزرو شده بود. همین که چشمم به پسری که پشت میز نشسته بود و منتظر ما بود افتاد سرم داغ شد و بدنم شروع کرد به لرزیدن. چیزی که میدیدم و باور نمی کردم. چند بار چشمو باز و بسته کردم تا مطمئن بشم که اشتباه نمی بینم. درست میدیدم. اون پارسا بود که با یه لبخند مرموز و تلخ داشت نگامون میکرد. پام سنگین شده بود و به سختی میتونستم تکونشون بدم. نمیخواستم آفاق بفهمه که من پارسا رو میشناسم. واسه همین با 1000 زحمت نشستم پشت میز و بعد اینکه آفاق منو به پارسا معرفی کرد با صدای خفه بهش سلام کردم. دهنم خشک شده بود. به زحمت میتونستم حرف بزنم. از نگاه‌های پارسا معلوم بود که منتظر دیدن این حال و روز من بوده و میتونستم ببینم که چقدر داره از ترس و وحشت من لذت میبره. اون روز از حرفای اونا هیچی نمیشنیدم و فقط به آخر و عاقبت این ماجرا فکر میکردم. آفاق انقدر محو عشق پارسا بود که اصلا متوجه تغییر حالت من نشده بود و با عشق گرم صحبت با پارسا بود. دقیقا به سختی واسم میگذشت و لحظه شماری میکردم که هرچه زودتر برگردم. اون روز هم من و هم پارسا خیلی خوب فیلم بازی کردیم و مثلا با هم آشنا شدیم. وقت خداحافظی پارسا رو به من کرد و ازم خواست که کمکشون کنم و با خانواده آفاق صحبت کنم و راضیشون کنم که اجازه بدن که اون بیاد خواستگاری آفاق. مطمئن بودم که خانواده آفاق حتی جنازه آفاقم رو دوش پارسا نمیذارن. امکان نداشت که دختر عزیز کرده و یه دونشونو که کلی واسش نقشه داشتن به یه پسر آسوپاسی مثل پارسا بدن. با این حال مجبور شدم بهشون قول بدم که کمکشون میکنم. آفاق بیخبر از همه جا خیلی خوشحال بود و همه طول راه برگشت نظرمو در مورد پارسا میپرسید. منم که کلا فکرم کار نمیکرد و جای دیگه ای بود
بهش گفتم از نظر من پسر بدی نبود، اما مهم اینه که بابا تینا و سپهر و بقیه موافقت کنن، نه من. اون شب اصلا خوابم نمیبرد و نمیدونستم باید چیکار کنم، مخصوصا که نمیدونستم پارسا چه نقشه‌ای داره و میخواد چیکار کنه. پارسا دست رو خوب کسی گذاشته بود واسه انتقام از من. آفاق خط قرمز خانوادش بود و اگه اتفاقی واسش میافتاد و پای من به میون میومد، سپهر و خانوادش منو بیچاره میکردن و زندگیم نابود میشد. صبح که شد تصمیم گرفتم به شماره پارسا زنگ بزنم و بهش التماس کنم که منو ببخشه و دست از این کاراش برداره و تمومش کنه. شماره‌شو حفظ بودم. با اولین زنگم تماس فصل شد. انگار میدونست و منتظر بود که بهش زنگ بزنم. با صدایی لرزون سلام کردم و با بغض ازش خواستم که منو ببخشه و ادامه نده. التماس کردم و حتی وسط حرفام بهش پیشنهاد پول دادم. بهش گفتم آفاق گناهی نداره و از همه چی بیخبره و با احساس اون دختر بیچاره بازی نکنه. گفتم خانواده‌اش هیچ جوره امکان نداره قبولش کنن و ادامه این ارتباط فقط باعث نابودی خودش و من و آفاق میشه. تمام مدتی که من حرف میزدم و التماسش میکردم، پارسا سکوت کرده بود و گوش میداد و فقط صدای نفساش میومد. با خودم فکر میکردم شاید بتونم با مظلوم نمایی و زبون بازی خرش کنم و قانعش کنم دست از کاراش برداره. اما وقتی حرفام تموم شد خندید و با خونسردی گفت که میدونست بهش زنگ میزنم و منتظر زنگم بوده. گفت تصمیمشو گرفته و این هنوز اول راهشه و میخواد نابودم کنه. اون بهم گفت اگر میخوام واقعا زندگیم خراب نشه تنها راهش اینه که هر جوری شده خانواده شوهرم رو راضی کنم تا اون با آفاق ازدواج کنه. در غیر این صورت میاد و به همه میگه چه گذشته‌ای داشتم و بیچارم میکنه. التماسا و گریام هیچ تأثیری نداشت و پارسا حرفش همونی بود که گفته بود. خیلی ترسناک شده بود و اصلاً دیگه نمیشناختمش. اون پسر خجالتی و سربیزی رو مهربون و عاشق تبدیل به یه هیولای ترسناک شده بود که هیچ چیزی جلودارش نبود. چند روز تمام فکر کردم و دنبال راه چاره گشتم، اما آخر سر به این نتیجه رسیدم که مجبورم به حرفاش گوش بدم و کمکش کنم تا دست از سر زندگی من برداره. با اینکه میدونستم پارسا با نقشه وارد زندگی آفاق شده و واقعا عاشقش نیست و فقط میخواد منو زجر بده، با این حال خودم رو گول میزدم و میگفتم ذات واقعی پارسا بد نیست و میتونه آفاقو خوشبخت کنه. بعدشم اونا اگه با هم ازدواج کنن تصمیم دارن از ایران برن و قرار نیست که همیشه جلوی چشم من باشه و ببینمش. بالاخره تصمیمم رو گرفتم و به اتفاق آفاق یه شب نشستیم و این مسئله رو با خانواده‌اش در میون گذاشتیم. همونطور که حدس می‌زدیم طوفانی به پا شد. سپهر و پدر شوهرم به شدت مخالفت کردن و با آفاق دعوای سختی را انداختن. مادر شوهرم هم میگفت آفاق باید بره خارج از کشور و درسش رو ادامه بده و اصلا وقت ازدواجش نیست. آفاق اما خیلی سرسخت جلوشون وایستاده بود و اصرار میکرد و منم مجبور بودم طرف آفاق باشم و از اون حمایت کنم. تا جایی که واسه اولین بار سپهر سرم داد کشید و ازم خواست که توی این مسئله دخالت نکنم. خلاصه اوضاع خونه پدر شوهرم واسه چند ماه همینجور خراب بود و هیچ کدومشون کوتاه نمی اومدن. حتی دیگه به آفاق اجازه ندادن کلاس زبانشو ادامه بده و واسش استاد خصوصی گرفتن تا دیگه پارسا رو نبینه و باهاش تماس نداشته باشه. اما با همه این کارا بازم نتونستن آفاقو منصرف کنن و مانعش بشن. این وسط پارسا هم وقت و بی وقت بهم پیام‌های تهدیدآمیز میفرستاد و مجبورم میکرد با خانواده شوهرم حرف بزنم و راضیشون کنم. تا اینکه بالاخره بعد اینکه آفاق کلی قرص خورد و بیمارستان بستری شد، بالاخره اونام کوتاه اومدن و متوجه عشق شدید آفاق به پارسا شدن و شروع کردن به تحقیق در مورد پارسا. از اونجام که خدایی پارسا بجز رابطش با من که اونم نذاشته بودیم کسی تو محل و بازار خبردار بشه، سابقه بدی نداشت و مرد کاری و بازاری بود. تنها مشکلشم وضع مالی متوسطش بود. کم کم سپهر و پدرش داشتن کوتاه می اومدن و اجازه دادن که پارسا بیاد خواستگاری.
نظرشون این بود که حالا که پارسا سابقه بدی نداره و پسر بدی نیست، به خاطر آفاق دست و بالشو میگیرن و کمکش میکنن تا بتونه زندگی خوبی واسه دخترشون بسازه و خوشبختش کنه. راست میگفتن. اونا از نظر مالی انقدر بی‌نیاز بودن که میتونستن بجز پارسا دست 10 نفر دیگرم بگیرن و مشکلی واسه شون پیش نیاد. منم نفس راحتی کشیدم که دیگه چیزی رو که پارسا ازم میخواست و انجام دادم و از این به بعد سرش گرم آفاق میشه و دست از سر من بر میداره. غافل از این که همونجور که خودش اون روز گفته بود این تازه اول نقشه هاش بود و نامزدیش با آفاق فقط به خاطر نزدیک شدنش به من بوده و خوابای خیلی بدتری واسم دیده بود تا بیچارم کنه. پدر شوهرم بعد عقد دخترش پارسا رو به صورت موقت برد پیش خودش تا حواسش بهش باشه و همزمان اون و آفاق کلاس زبان میرفتن تا مدارک لازم واسه مهاجرتشون رو کامل کنن. پارسا تونست توی مدت کم با زبون بازی و پاچه‌خواری رضایت خانواده شوهرم رو به خودش جلب کنه و تو دلشون جا بگیره. اون انقدر به آفاق محبت میکرد و هواشو داشت و به خانواده‌ش هم احترام میذاشت که همه حتی سپهر باهاش صمیمی شدن و دوستش داشتن. آفاق خیلی خوشحال بود و احساس خوشبختی میکرد. منم از اینکه پارسا سرگرم اون خوشحال بودم و سعی میکردم جاهایی که اون هست زیاد حضور نداشته باشم و باهاش چش تو چش نشم. آخه هر دفعه که میدیدمش نگاهاش بهم عوض میشد و به محض اینکه با هم تنها میشدیم آروم بهم چیزایی میگفت که تمام بدنمو میلرزون. دعا میکردم که هرچه زودتر کارشون درست بشه و مهاجرت کنن تا بتونم یه نفس راحت بکشم. یه بار آفاق که روحشم از اتفاقایی که بین من و پارسا افتاده بود خبر نداشت با اصرار خواست که 4 تایی واسه مسافرت بریم ویلاشون توی رامسر. من بیحالیمو بهونه کردم و مخالفت کردم. اما هنوز چند ساعت از مخالفتم نگذشته بود که پارسا با یه شماره ناشناس بهم زنگ زد و با تهدید بهم گفت که مجبورم هرچی میگه رو قبول کنم و باید باشون بریم مسافرت. توی بد مخمسه گیر کرده بودم و نمیدونستم چطور خودم رو نجات بدم. تنها چیزی که بهم امید میداد این بود که همه اینا موقته و همین که کار مهاجرت اونا درست بشه پارسا کیلومترها ازم دور میشه و دیگه از دستش راحت میشم. به خودم دلداری میدادم و میگفتم یکم دیگه طاقت بیارم همه چی تموم میشه و پارسا گورشو گم میکنه. به هر حال چاره‌ای نداشتم و از اونجا که سپهرم با مسافرتمون مشکلی نداشت قبول کردم و 4 تایی رفتیم رامسر. اون سفر یکی از بدترین و دلهره آورترین سفرهای عمرم بود. پارسا تو هر فرصتی که با هم تنها میشد حرف اون زمانا و کارایی که با هم میکردیم و عکسایی که ازم داشت و پیش میکشید و تهدیدم میکرد. بهم میگفت هیچ حسی به آفاق نداره و اومده که فقط منو آزار بده. حتی با نفرت گفت که از کاری که با اون آوا کرده بودم خبر داره و میخواد انتقام اون هم ازم بگیره. مخصوصا که آوا تو زندگی شکست خورده بود و الان افسرده و مریض شده بود و از نظر پارسا همه اینا تقصیر من بود و باید مجازات میشدم. پارسا با زرنگی اینقدر تونسته بود اعتماد آفاق و سپهر رو به خودش جلب کنه که اصلا متوجه نگاه ها و رفتارای اون به من نمی شدن و از سفرشون لذت می بردن. این وسط فقط من بودم که خدا می کردم هرچه زودتر این سفر و شکنجه کذایی تموم بشه و برگردم خونه خودم. به هر سختی بود اون یه هفته هم تموم شد و هممون برگشتیم خونه هامون. چند روز بعد پارسا بازم به اون شماره بهم زنگ زد و این بار ازم درخواست خیلی عجیبی کرد. بهم گفت تصمیم گرفته دیگه بیخیال من بشه و به خاطر آفاق که خیلی عاشقش شده بچسبه به زندگیش و گذشتمونو فراموش کنه. بهم گفت فقط یه شرط داره. اونم اینه که واسه تموم شدن همه چی باید من واسه آخرین بار برم خونه دوستش و اونجا از نزدیک با هم حرف بزنیم و جلو چشم خودم همه عکس‌ها و خاطرات گذشتمونو پاک کنه و همه چی رو از نو با آفاق شروع کنه. شوکه شده بودم. این پیشنهاد پارسا دست کمی از تهدید نداشت. اصلاً بهش اعتماد نداشتم و میدونستم که دروغ میگه. واسه همین سرش داد زدم که فکر کردی احمقم که بیام خونه دوست تو؟
فکر کردی نمیدونم چی تو فکرت و میخوای چی کار کنی؟ بمیرم هم نمیام و دیگه ازت نمیترسم. هر کاری که میخوای بکن و عکسامو ببر به همه نشون بده. رابطم با تو مال قبل ازدواجم و به هیچ کسم ربطی نداره. در ضمن اگه بخوای چیزی رو به کسی بگی پای خودت هم بیشتر گیره. اونی که با نقشه زیر پای آفاق نشسته و با 1000 دوز و کلک وارد زندگی شده تو بودی، نه من. جرم تو که خیلی بدتر از منه. اگه بفهمن ازت شکایت میکنن و بیچارت میکنن. اصلا حالا که اینطور شد خودم زودتر میرم و به سپهر همه چی رو میگم و خودم رو راحت میکنم. ببینم کی بیشتر ضرر میکنه، من یا تو. مطمئن باش که سپهر منطقی فکر میکنه و منو میبخشه، اما تو میخوای چی کار کنی بیچاره؟ اینا رو با عصبانیت گفتم و قبل اینکه پارسا جوابی بده تلفن رو قطع کردم. تمام بدنم میلرزید و خیلی ترسیده بودم. آخه خودمم میدونستم حرفم واقعیت نداره و اگه سپهر و خانواده‌اش در مورد ارتباط من و پارسا چیزی بفهمن هر دومونو بیچاره میکنن و منتظر توضیح من نمیمونن. سپهر همیشه تو حرفاش به صداقت و پاکی من قسم میخوره و فهمیدن اتفاقات گذشته من، اونم با پارسا، و از اون مهمتر سکوت من توی ماجرای ازدواج آفاق با اون، راه هر دفاعی رو از من میگیره و زندگیمو نابود میکنه. بعد اینکه تلفن رو قطع کردم پارسا چند بار زنگ زد و وقتی جواب ندادم دیگه ادامه نداد. همیشه سکوت پارسا از تهدیداش واسه من ترسناکتر بود و میبایست منتظر یه عکس‌العمل شدیدتر از اون میبودم. هر روزم توی ترس و وحشت میگذشت و کاری از دستم بر نمیومد. خیلی ترسیده بودم و دیگه واقعا کم آورده بودم. چند روزی رو تو بیخبری میگذروندم و این بیشتر منو میترسون. تا اینکه یه شب بعد اینکه سپهر خوابش برد داشتم توی اینستا میچرخیدم که یه آیدی فیک یه عکس از برگه آزمایش بارداری با جواب مثبت واسم فرستاد که بالاش اسم من بود. داشتم سکته میکردم. باورم نمیشد که پارسا بعد این همه وقت هنوز این برگه رو پیش خودش نگه داشته باشه. اون وقتا روزی که با نگرانی رفتم و جواب آزمایشم رو گرفتم و فهمیدم که از پارسا باردارم، رفتم خونش و برگه رو بهش نشون دادم و مجبورش کردم که بگرده دنبال یه دکتر تا برم پیشش و بچه رو سخت کنم. اونم با اینکه مخالف این کار بود اما با فشارای من از طریق دوستاش یه دکتر پیدا کرد و منو بردش پیشش و با زدن یه آمپول، چون هنوز هفته‌های اول بارداریم بود، بچم سری سقط شد و به خونریزی افتادم. دیگه به آخر خط رسیده بودم و این مدرک خیلی راحت میتونه زندگی و آبروی منو با خاک یکسان کنه. حتی بابا و خانواده خودم هم اگه از این موضوع خبردار می شدن دیگه حمایتم نمی کردن و من علنا نابود شده بودم. چند تا راه بیشتر به ذهنم نمی رسید تا از این فشارهای وحشتناک خلاص بشم. یا باید خودم رو می کشتم که جرأت این کارو نداشتم، یا خودم می رفتم و همه چی رو به سپهر می گفتم و عواقب و بی آبرویی بعدش رو به جون می خریدم که این کارم در توانم نبود. یا هم که به پارسا اعتماد می کردم و به خواستش تن می دادم و امیدوار می بودم که به قولش عمل کنه و بعد این که رفتم پیشش دست از سرم برداره و بی خیالم بشه. با وجود اینکه می دونستم کارم اشتباهه، اما از روی ناچاری راه سوم رو انتخاب کردم و به خط مخفی پارسا پیام دادم که با هم تماس بگیره. وقتی زنگ زد ازش خواستم قسم بخوره که اگه جایی که میخواد و برم و کاری که میخواد انجام بدم دیگه دست از سرم بر میداره و همه عکس‌ها و مدارکی که ازم داره رو نابود میکنه. اونم با خوشحالی بدون هیچ فکری بلافاصله قسم خورد و من با شک و تردید قبول کردم که به آدرسی که واسم فرستاده بود برم. تو دلم آشوبی شده بود که حالمو به شدت خراب کرده بود. با وجودی که میدونستم این ملاقات 100% به رابطه ختم میشه، اما چون مجبور بودم خودمو قانع کردم که فقط واسه یه باره و دیگه تکرار نمیشه. عذاب وجدان شدیدی داشتم که میخوام به سپهر و آفاق خیانت کنم. روزی که بالاخره با 1000 دلهره و ترس به آدرسی که پارسا فرستاده بود رفتم، بدترین روز عمرم بود. از صبحش حالت تهوع داشتم و تو حال خودم نبودم. حتی سپهرم متوجه خرابی حالم شده بود و بهم گیر میداد که منو ببره درمانگاه. اما به هر بدبختی بود خیالشو راحت کردم و فرستادمش سر کارشو. بهش گفتم که میرم خونه دوستم.
بعدشم حاضر شدم و با ماشینم رفتم به اون آدرس. زنگ در رو که زدم بدون هیچ سوالی در باز شد و منم رفتم داخل. از شدت استرس به زحمت قدم برمی داشتم. پارسا رو دیدم که رو مبل نشسته و با چشمای قرمز و پر از نفرت نگام میکرد. با دیدنش همه بدنم شروع کرد به لرزیدن. باورم نمیشد این همون آدمیه که یه روز عاشقم بود و باهاش رابطه داشتم و به خاطرم حاضر بود هر کاری بکنه و هر تحقیری رو تحمل میکرد. الان دیگه جامون عوض شده بود و این من بودم که حاضر شده بودم تن به خواسته های اون بدم. با پاهای لرزون رفتم و پیشش نشستم. پارسا بدون اینکه به صورتم نگاه کنه شروع کرد به برداشتن شالم و بعدش دگمه‌های لباسم رو باز کرد. انتظار همچین کاری رو ازش داشتم. فقط با التماس بهش گفتم میذارم هر کاری میخوای با هم بکنی، اما قبلش اول باید ببینم که عکس و پیام‌ها رو پاک میکنی. اما پارسا انگار که چیزی نشنیده باشه به کارش ادامه میداد و من با اینکه همه بدنم مرمور شده بود ساکت شدم و اجازه دادم به کارش ادامه بده. خیلی طول نکشید که هر دومون لخت شدیم و پارسا با بیرحمی تمام از عقب و جلو با هم رابطه برقرار کرد و تو حین این کارم ازم میخواست که واسه لذت بردنش اسمشو ببرم و حرفایی که اون دلش میخواست و بزنم. اون حتی توی رابطه هم یکی دیگه شده بود و واقعا دیگه نمیشناختمش. رابطمون 1 ساعت تمام طول کشید و همه این 1 ساعت در عین حال که واسم چیزی به جز درد و حس چندشی نداشت مجبور بودم به خاطرش فیلم بازی کنم و آرزو کنم که زودتر کارش تموم بشه و دست از سرم برداره. نمیدونم قرص یا چیز دیگه خورده بود که این همه طولش میداد. اما بالاخره پارسا بی حال از روم بلند شد و من خیلی سریع لباسامو پوشیدم و ازش خواستم که هرچی ازم داره رو جلوی چشمم پاک کنه. اونم در حالی که یه لبخند موذیانه میزد مقاومتی نکرد و همه پیاما و عکسامونو پاک کرد و قسم خورد که دیگه هیچی از گذشته من باهاش نداره. با تمام شکی که داشتم اما مجبور بودم که بهش اعتماد کنم، آخه چاره‌ای دیگه ای نداشتم. سریع وسایلمو جمع کردم و بدون هیچ حرفی از اون خونه زدم بیرون. حالم خیلی بد بود و عذاب وجدان داشت خفم میکرد. به خونه که رسیدم خودمو انداختم تو حموم و چند بار همه بدنمو شستم. بعدشم شماره مخفی پارسا رو از گوشیم پاک کردم و به خودم دلداری دادم که با این کارم زندگیمو نجات دادم و دیگه همه چی تموم شده. 1 ماه از اون روز میگذشت و خبری از تهدیدای پارسا نمیشد و وقتایی هم که میدیدمش حتی بهم نگاه نمیکرد و همه توجهش به آفاق بود. خیلی خوشحال بودم و دیگه نفس راحت میکشیدم. پارسا بالاخره انتقامش رو ازم گرفته بود و اینجور که به نظر میرسید به آفاقم علاقه‌مند شده بود و خودشم دیگه نمیخواست گذشتمونو به یاد بیاره. کم کم کارای مهاجرت پارسا و آفاق درست شده بود و پدر شوهرم به یکی از دوستاش که توی ونکوور زندگی میکرد سپرد و یه خونه خوب واسهشون خرید. اونام یه جشن کوچیک گرفتن و از همه خداحافظی کردن و رفتن. روز رفتنشون وقتی همگی رفتیم فرودگاه آفاق از خوشحالی رو پاهاش بند نبود. همش به مامان و باباش دلداری میداد که ناراحت نباشن و اون به هر 2 تا آرزوش رسیده و خوشبخت شده و به زودی از اونا هم میخواد که برم پیشش. منم از ته دل واسه آفاق خوشحال بودم. با اینکه چند وقتی بود حال خوبی نداشتم و احساس میکردم مریضم، اما چون نمیخواستم کسی و دم رفتن اونا دلواپس کنم به روی خودم نمی آوردم و چیزی نمیگفتم. چند روز بیشتر از رفتن پارسا و آفاق نگذشته بود که رفتم دکتر و بعد دادن آزمایش فهمیدم که باردارم. نمیتونم بگم که سپهر و مامان و باباش بعد شنیدن خبر بارداری من چقدر خوشحال شدن و چی کارا کردن. طوری شده بود که طی چند ساعت همه فامیل و حتی پارسا و آفاقم خبردار شده بودن و همه شروع کرده بودن به تبریک گفتن. خیلی خوشحال بودم و از اینکه زندگیم نجات پیدا کرده بود و داشتم آماده مادر بودن می شدم خیلی ذوق داشتم و خدا رو شکر می کردم. اما این خوشبختی و خوشحالی من خیلی طول نکشید و به یک چشم به هم زدن زندگیم طوری سیاه و نابود شد که واسم چیزی جز حسرت و وحشت و غم و غصه به جا نذاشت.
پارسا وقتی خبر بارداری منو شنید انگار که از قبل منتظر این اتفاق بود. نگو روزی که رفته بودم پیشش توی خونه دوستش دوربین کار گذاشته بود و از کل رابطمون فیلم گرفته بود. بعدشم اون فیلمو واسه سپهر رو پدر شوهرم و بابام فرستاد و واسه شون نوشت که من اونو اغفال کرده بودم و بهش پیشنهاد رابطه داده بودم. ازشون هم خواست که اونو ببخشن و به خاطر خوشبختی آفاقم که شده چیزی بهش نگم. من اینا رو وقتی فهمیدم که یه روز سپهر و باباش با قیافه های عصبانی و سرخ شده اومدن خونمون و منو که خواب بودم و گرفتم به باد کتک و فحش و به قصد مرگ کتکم زدن. اگه اون روز بابام در رو نشکسته بود و به کمکم نیومده بود حتما زیر دستشون مرده بودم. ضربه‌هایی که به شکم و پهلوام خورده بود انقدر کاری بود که به خون ریزی افتادم و بچه‌مو سخت کردم. این اتفاقا انقدر سریع پیش اومد که من حتی فرصت دفاع از خودمم پیدا نکردم. هرچند اون فیلم طوری بود که اصلا امکان دفاع نداشتم و همه چی علیه من بود. حرفایی که تو اون فیلم میزدم و کارایی که میکردم راهی واسه دفاع من نمیذاشت و واقعا محکومم میکرد. شوکه بودم و باور نمیکردم پارسا باهام چیکار کرده. حتی بابای خودم هم حرفامو قبول نمیکرد و همش نفرینم میکرد. روزای وحشتناک زندگیم خیلی کند میگذشت و من توی بهت و ناباوری بودم. بالاخره بابام با کلی التماس و درخواست باشون توافق کرد که در ازای قبول طلاق توافقی اونام این فیلمو به کسی نشون ندن و آبرومو نبرن و بعدش هم همه چی بی سر و صدا بینمون تموم بشه. کابوس وحشتناکی بود. پارسا زندگیمو نابود کرده بود و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. هیچکی حرفای منو باور نمیکرد. شاید خودم هم اگه اون فیلمو اون جور که ضبط شده بود از کسی میدیدم حرفاشو باور نمیکردم و میگفتم دروغ میگه. بالاخره من و سپهر از هم جدا شدیم و من با حالی داغون و زار برگشتم خونه بابام. بابام پیش خودش فکر میکرد من بعد ازدواجم وقتی دیدم پارسا خواهر شوهرمو گرفته حسودی کردم و به خاطر حسادت پارسا رو اغفال کردم و باهاش رابطه داشتم. انقدر داغون بودم که دیگه حتی تلاشی واسه قانع کردن بابام نمی‌کردم و میذاشتم هر جوری که دلش میخواد فکر کنه. من کل زندگی و آبرو و آینده‌مو از دست داده بودم و اینکه خانواده خودم چه فکری در موردم میکنن چه اهمیتی میتونست داشته باشه. الان که داستانمو براتون مینویسم 5 سال از اون روزا گذشته. من همچنان مجردم و بعد فوت بابام با مامانم زندگی میکنم. دورادور خبر دارم که سپهر ازدواج کرده و یه دخترم داره و کم و بیش خوشبخته. از آفاق و پارسام هیچ خبری ندارم و نمیدونم سرنوشت اونا چی شده. اصلا نمیدونم آفاق از اصل ماجرای من و پارسا خبردار شده یا نه. به هر حال این وسط اونی که نابود شد و همه چیشو از دست داد و هیچ امید و انگیزه‌ای واسه ادامه زندگی نداره منم که فقط حسرت گذشته ها رو میخورم. دوستان عزیز، اگر از این داستان و داستان‌های دیگه کانال خوشتون اومده و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که داستان مهیج بعدی رو میشنوید. متشکرم.